چرا؟ این ویدیو فقط برای از ته دل خندیدنه. میلیون ویو میخوره. حالا از چه جایگاهی باید نظر بدم جناب آقای مرتضی حمید؟ نه آخه از جایگاه این که سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون آباد تبریزی هم. مرسی که از این قاب قشنگ ما رو دارین نگاه میکنین. کنار من آقا مرتضی یار همیشگی، یه دسته بیل دستش گرفته. سپایه دوربینه تازه خریدم. اوکی خب برای من فرق نمیکنه، هر جا آف بزنه میخوام. از اینکه سگ دست پراید آف زده واسه من احتیاجی نشه، ولی چون آف زده بود. آف مگه این نیست که اصلا بغل لبت؟ اون آفته حامد جان. آفته بله. اون آفتو من نمیذارم تو دستشویی. اون آفتابه آفتابه بله. مگه اون آفتابه رو نمیشکنن اینجا میخورن تخمه؟ اون آفتاب گردونه حامد جان، اون تخم آفتاب گردونه. بله. اون چیز اون اینطوری بر نمیگردونن کباب توش میپزن، اون چیه پس؟ اون حامد جان باربیکیو اصلا ربطی نداشت آفتابه و آفتابه. خیلی مخلصم. امید بر اینه که همیشه شاد باشین، حد شده الکی و پیروز، و اینکه به روزهای خوش فکر کنین و تلاش کنین حتما بهش میرسین. میریم بخندیم بدون هیچ مجازاتی. بالاخره همه چی درست. رامت پر پورته پتیاتکا، یعنی شرط پارت یوری کنه بالا بالا شد. زیرنویس میذارم. بریم که داشته باشیم. فقط بخندیم از ته دل. این ویدیو فقط برای از ته دل خندیدنه. و دیگه سعی نمی‌کنیم نخندیم، سعی می‌کنیم بخندیم. اورکا ست. یه لحظه باش بسته ویدیو این حالا خوب شد. باش غلطی کردم. دور ازش. 3 2 غلطی کردم. دور ازش. 3 2 میگه وقتی وسط پارتی مأمور میریسه تو خانه خانم ستار. یه خانم ستار آقای ستار واقعا خجالت بکش. شیلنگ دستشویی باز می‌کنه. نه آره. ترانه بسیار زیبا و سوزان که عشقم کاری با خودش نداره. کی به این گیتار داده؟ ای جان بچه‌های الان واقعا خیلی میفهمن. هر چقدر ما نفهمیدیم اینا میفهمن. واقعا هر چقدر دهه ما و دهه‌های قبلی نمیفهمیدیم. نه بهشون حرفا رو میزنی. بویس بده گوش بده. این خودتی. یا ماشاءالله. به اون دختره زیلا هنوز که ازدواج نکرده. بویس بده بهش بگو. بویس بده بهش بگو. اصلا روز ندارم با دادم ازدواج کنی. تو منو تافته چقدر بزرگی کاسبیانه. اصلا به من چه؟ من دارم در مورد اون خانم صحبت میکنم. اون خانم رو دوست داری یا منو؟ بله چشاشو نگاه چه گرد کرده. تو هم دوست دارم، اونم دوست دارم. بابا اون به دختره زشت میگی دوستش دارم. خوب اصل جدید اون وریاسون. این چطوری داوره داره نگاه میکنه. باباش از اینا تو اینستاگرام خیلی ما داریم. نگاه زد انداخت رفت. دست براش زدن. نگاه نگو الان بطری ها رو میچینه بغلم میگه واه صداشو میشده.
شیشه که نمیکشه، شیشه فقط قرار نیست که آدم رو بکشه. و لحظه ایرانی پاها بسته خب گوشاد چرا؟ چرا؟ بسته فقط جورابات پاره شده. مرتضی بدون سیمی. داداش اینجوری به ما نگاه نکن، خودش شده کاری از دست رو بر نمیاد. یه غلط کردم خاصی تو چشاشه. معلم ها زمان ما رو واقعا میزدن. نگاه بیهوش شد؟ زد گیجگاه. نه گیجگاش در فکش، لحظه ای که توی گردن خون قطع بشه از قیافه پایینه. یادت نره دوست دارم خیلی دلم تنگه برام دارو ندارم اما بگی آب خودت ما بسشاد خورشید رو بردار و بیا آفتابی شد 99% کسایی که با اینا همخوری میکنن همینطوری، منم همینطوری ها. دیر نکنی منتظرم. اگه شرایط مالی جور باشه حتما باردارت میکنم حتما باردارت میکنم زودتر برو تو اتاق خواب زودتر. زودتر برو تو اتاق اصلا خواب. ببین این یه اوجشه دیگه. بغلت میزنم محکم. بغلت میز تو همزمان هم صنعت موسیقی رو به خاک سیاه نشوندی، هم صنعت خاک برسری. بعد من فکر می‌کردم برای بارداری نیاز به یه سری عملیات از یه سری کارها هست، نمیدونستم وضعیت مالی فقط شرایط مالی. چون اینی که تو میخوای باردار کنی بعید میدونم نسبتی باید داشته باشه. زیر بغل بزنی ببریش تو اتاق، اگر شرایط مالی اوکی بود داداش کافور بخور. بچه‌ها خیلی‌ها تو دایرکت بهم گفتین که آموزش شلوار پوشیدن رو بذارم. بریم ما هم ببینیم. الان این استگرام اینجا همین. یه توضیح میدی درباره اینایی که مثلا طرف اصلا هیچ کاری نمیکنه ولی یهو مثلا 10 میلیون 20 میلیون ویو میخوره. حالا از چه جایگاهی باید نظر بدم جناب آقای مرتضی حمید؟ نه آخه از جایگاه این که طرف سناریو میچینه، گیریم میکنه، نمیدونم این همه زحمت میکشه، بازیگر میاره، بعد طرف من یکی از کارهای کوتاهمون رو به دست ادیتور عزیزمون میرسونم و لطفا بعد از این حرفم 1 دقیقه و نیم یکی از کلیپ‌های شورتس کوتاهمون رو لطفا ادامه این حرفای آقا مرتضی بذارین، حرفای من بذارین. میخوام واسه آخر بار ببینم داش مرتضی یه سشاتو نمیخوای ببندی؟ داش رامت فقط نذار آبرو داشت بریزه. خاکش نکن، یه لحظه خاکش نکن باش مرتضی. سلطان خیالت راحت باشه مشتی، همه رو نابود کرده. داشی همه رو؟ آره داشت همه رو، با خیال راحت بمیر سلطان. خب خداحافظ. فاطمه صلوات. دیروزی
مشتی من تعصب تو در سطح خاورمیانه میکشم ها. داشت حامد انشالله من بمیرم داغ تو رو نبینم داشت. مرتضی داداش چه زری زدی؟ انشالله پیشمریت بشم داشت حامد. خدا نکنه آشکارم هست. غلط کردم داداش. باید بمیر من یه سالنده بچم او خوردم داداش. داداش زود رفتی داداش. کمر داشت بشه کن میخوام. الو سلام چه خبر؟ خدا مات تو بیامرزه داداشم بود داشت بود رفیق. نه برنامه امشب رو کنسل نکن. داشت مرتضی هیچ موقع نمیخواست من داغ دارد اصلا ناراحتی منو نمیخواست ببینه. آره به جای کیشمیش خورما بیارین دیگه. آره میبینم تو. چرا رو در و دیوار این شهر همش از تو یاده کن. من گرم یقرم اقل فاتح و سلوات. آسان اینو دا به زرد میکنی مهدی بده. مهدی بده. بیا داداش داشت علی ناموسم من ریدم تو روح مرتضی. چی آقا قرمه زدی؟ بعدی زرقان نه. رو در و دیوار این شهر ماست داری ماست؟ خب ببینید آقا مرتضی ما قرار ویدیو نگاه کنیم ریاکشن نشون بدیم. ضربان ویدیو رو نیاریم پایین ولی خب الان در حال حاضر الگوریتم اینستاگرام رو آورده به سمت شروورهایی که ماها بین خودمون شیر میکنیم و بعدا خودمون نفر اول برمیگردیم میگیم چرا ویدیوها اینطوری داره ویدیو میخوره. خب الان همینو خودت ببینی واسه من میفرستی به خاطر چرت بودن ویدیو و به خاطر مزخرف بودن ویدیو واسه من میفرستی و من میخندم و تو میخندی و واسه اینکه باز خندمون رو به بقیه هم نشون بدیم میریم کامنت میذاریم و اون کامنت ها میشه یه دفعه 10K 20K 30K 40K 50K و به خاطر همین ویو میخوره. نه اینکه این شخص به خاطر اینکه ویو میلیونی میگیره معروف و محبوبه. حالا ما محبوب نیستیم معروف هم نیستیم خاک پای شما، ولی از لحاظ دیده شدن دیده میشن. ولی خب چه جایگاه اجتماعی داره این شخص، به چه عنوان اینو میشناسن. خب این یک کس رو حتما باید داشته باشه که برگرده بگه دارن مسخرت میکنن. بله. یه ایران داره به تو میخنده نه به کلیپات، به تو داره میخنده. بله. این بدا ببین یکی از با محتواش مردم میخندونه، یکی از خودش بدون هیچ کلامی با رفتارش داره مردم میخندونه. بله. و مرسی که این من یه مثالی بزنم. میگه تو جنگلن کلاغ داشته میخونده یکی از حیوانات اون جنگل میبینه میخنده، خندش میگیره به کلاغه، میاد به اون یکی حیوان میگه بابا نگاه کن بیا دنده بدیم این بخونه ما بخندیم. همینجوری میخونن کل به خودش بیاد کلاغه میبینه خودش وایساده داره میخونه، کل حیوانات جنگل دارن نگاش میکنن. نه کلاغه میدونسته برای چی اینا جمع شدن، نه اینا میدونستن برای چی دارن کلاغو نگاه میکنن. ایشالله که ما به راه راست هدایت بشیم و اتفاقای خوبی در مسیر ساخت کلیپ در فضای مجازی خودتونه عشق. بریم آقا. این کاملا غلطه. حالا بریم درستشو ببینیم. چوب پاشو کرد. بچه‌ها این درستشه. تا آموزش‌های بعدی بده 6. تا آموزش‌های بعدی بده 6. برای لاغر شدن گوش به این دکترای این اینستاگرام ندید. نمیدونم خیلی دارچین یه خاطی بکن. نگاه بکنی دوستان، نگاه بکنی دوستان این حرکت علی نگاه بکنی فشار میانه به عضلات فوقانی باسن، گلگول قرمز گلگول سفید. از این هم فشاری که از اینجا میاد تبدیل میشه به گاز مایع و از گاز مایع. قبلا ناشنا استفاده بکنید حرکت رو بتونین برینی. فشار میاره به بیضه ها، ولی حواستون باشه از کار نیافته نیزه ها. چرا؟
چطور میشه یعنی چی؟ الان 1 میلیون شما ورزشگاه سازمان یافته داری؟ ما بله 1 میلیون و 100 نفر ورزشکار سازمان یافته جمعیت 55,000 نفره در شهرستان شهر؟ بله در شهر چقدر جمعیت داره؟ در حدود 55,000 نفر جمعیت داره. 1 میلیون چجوری میاد؟ 1 میلیون چجوری در رشته‌های مختلف تکواندو، کاراته، تیراندازی و رشته‌های مختلف بیمه شده ورزشی هست. آقا من یه سوال دارم. این فضای مجازی یه چیزایی رو برملا میکنه، چطوری میشه فردا اون شخص برکنار نمیشه از سمتی که داره؟ یه 55,000 نفر توی شهر ما جمعیت هست، 1 میلیون نفر ثبت نامی داریم، بعد مجری عزیز و توانای این برنامه که 100% باید سطح دانشش از یک شخص مسئول سیاسی مملکت که حالا توی جایگاهی هست، حالا شهردار حالا یا مثلا مسئول ورزشی باید پایین‌تر باشه سطح سوادش، داره میگه آقا 2 تا 4 تا دبستان رو تو بلد نیستی، بازم ای داره میگه که وای برات بخند. چطوری جمعیت شهرستان 55,000 نفره و 1 میلیون ورزشکار 108 تا روستا داره شهرستان شفت. خب جمعیت شهرستان چقدر؟ 55. خب دیگه اشتباه دیگه. یه عددی رو حفظ کرده فقط. اما مال دنیا نخور. دنبال پولتن کردن نباش. معلوم نیست. بعد از زنده باشی. قشنگ معلوم بیبه بازی کرده، هر چی زمین داشته داده به بیبه ها. پول بدیدم مثلا برای بازی شستگیه. برای بازی شستگیه. برای عاقبت. صفا. آقا ویدیوها رو ما نگاه کردیم و اینکه هرس خوردیم بیشتر. آره تا اینکه بخندیم. بده 6 آقا. من خیلی سربازتونم، من خیلی نوکرتونم، من بیبی خشتتونم. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین، مرسی که خیلی نصیحت کردیم تو این ویدیو، یکم بیش از اندازه حرفای انگیزشی زدیم. حالا آقا به هر حال دل پر بود دیگه، دل مصپندم ای جان به لبت نیاز دارد، به هوایی بودن تو و هوس حجاز دارد. به کجا آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر نه nemahibat. Niye ki duvar olup aşmayak, ilan olup saçmayak, tek günde birbirimizi koyup kaçmayak. Ne bede ne? خیلی دوست دارم. نه ماشمیاخ نه birbirimizi koyup kaçmayak. خیلی دوست دارم، خیلی وابستت شدم، با اینکه دیر اومدی تا جوری عاشقت شدم. نه بده من غریب دریا. خیلی مخلصم آقا، خیلی مخلصم. مرسی ما رو تا این لحظه نگاه کردین. اگه حوصلتون سر نرفته کامنتی چیزی اگه خوشتون اومده، ناموسن اگه خوشتون هم نیومده بگید خوشتون اومده. دمتون گرم، مرسی ما رو نگاه کردین. اصلا اینجا میبوسمتون، عاشقتونم. مرتضی رو به نیابت از شما بوسیدم، داداشم عشقم. ایوان خداحافظ.